سلام دوستان قند، با یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. 20 ینور جلسه وسیع حکومت تاجیکستان برگزار شد. آن را به طور زنده یا مستقیم در تلویزیون‌های دولتی نمایش ندادند. از آنکه دوام 3 روز بعد جلسه یگان تغییرات کادری صورت نگرفت، می شود خلاصه کرد که امسال کسی را از جریان آن جواب ندادند، مثل که در جلسه 3 سال قبل صورت گرفته بود. همچنین نمیدونیم که امسال بعد از انتخاب پرزیدنت کدام وزیر و رئیس با سر خم و دست روی قفس سینه در روبروی رئیس جمهور وعده اصلاح کمبودی ها را سپردند. اما با توجه به گزارش مفصل سامانه پرزیدنت که از قول سروزیر مملکت قاهر رسولزاده 2021 را سال تاریخی برای مردم تاجیکستان عنوان کرده است، می شود به این نتیجه رسید که شاید فعالیت همه نهادها در سال گذشته قناعت بخش ارزیابی شده باشد. طور اشاره شد در گذشته معمولا پس از جلسه حکومت تغییرات کادری صورت می گرفت. از این روند در رسانه ها به عنوان دلزنک یاد می شد. رسانه ها در گذشته می نوشتند که منصبداران پیش یا بعد از تغییرات مهمان بیمارخانه ها از جمله بخش کاردیولوژی می شدند. قسم دیگر در همین موسم با خود والریانکا می گرداندند و چون امسال جلسه روز پنجشنبه صورت گرفت، شاید تغییرات های کادری هفته نوی کاری سر می شوند. انتظار می شویم که تغییرات از کی یا از کدام نهاد آغاز می شود. طالبان هیچ از چرخبال و هواپیماهای جنگی که گفته می شود خلبانهای حکومت پیشین هنگام فرار به کشورهای دیگر بردند دل کندن نمی خواهند. حداقل در 3 خبرشو در مورد اظهارات طالبان در این باره گفته ایم. چند روز پیش آنها به اظهارات وزارت دفاع آمریکا واکنش کردند. جان کربی سخنگوی وزارت مدافعه آمریکا 18 ینور در یک نشست خبری وابسته به سرنوشت چرخبال‌ها گفت فکر میکنم که آنها به افغانستان فرستاده نمیشوند تا از جانب طالبان استفاده شوند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان تاکید کرده است که چرخبال‌ها مربوط افغانستان بوده دیر یا زود پس گرفته خواهند شد. اینکه چرا طالبان برای برگردانیدن چرخبال‌ها اینقدر پافشاری دارند معلوم نیست. شاید با این راه میخواهند قدرت خود را به نمایش گذارند، یا شاید کسی به آنها گفته است که نیمی مبلغی از افغانستان بیرون کرده اشرف غنی رئیس جمهور فراری در داخل چرخبال‌ها است. سرمحافظ غنی قبلا پول‌های با خود برده او را چند خلطه و چندین میلیون دلار گفته بود، اما گمان است که غنی حتی 1 سنتش را به خلبان‌ها باور کرده باشد. گفته می شود چرخبال‌هایی که طالبان دعوای برگردانیدنشان را دارند در تاجیکستان و ازبکستان هستند. اما تا امروز دوشنبه و تاشکند رسما این خبر را تصدیق یا رد نکردند و هم هیچ واکنش در مورد اظهارات طالبان تا این دم صدا نداده است. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت شدن 10 حالت گرفتاری به کرونا ویروس نو خبر داده است، اما این نهاد نگفته است که حالت‌های ثبت شده نوع نوی کرونا ویروس اومیکرون هست یا شتم‌های دیگر. ضمناً پرزیدنت تاجیکستان در جلسه وسیع حکومت به ضرورت امگذرانی ضد کووید 19 تاکید کرده است. در کتاب رکوردهای گینس اکنون نام تاجیکستان را نه تنها برای پرچم بلند بلکه با دستاورد یک نورس هم یافتن ممکن است. امام حسین عمروی 11 ساله به تنفس 5200 بالافشاری یا اجیمنیا کرده نامش را وارد این کتاب کرده است. امام حسین عمروف فعلا در شهر کراسنایارسک روسیه تمرین می نماید و نام او وقتی 7 سال داشت به رسانه ها راه یافته بود. وکیلان پارلمان قزاقستان با قبول یک طرح نورسلطان نظربایف را از رهبری دائمی شورای امنیت و اسامبله خلق‌های قزاقستان برکنار کردند. پارلمانی که او را به عنوان پیشوا در شورای امنیت رهبری یک عمری برگزیده بود اکنون مقامش را گرفت، اما تنها نظربایف منصب را از دست نداد. 3 داماد او هم از وظیفه‌های روغنی خود استعفا دادند. تیمور قلیبایف همسر دختر میانه نورسلطان دینارا از مقام رهبری پالاتای ملی صاحبکاران اتمکن استعفا داد. تیمور و دینارا یکی از میلیاردداران قزاقستان بودند و حالا هم هستند. پیشتر دیمش دسان و کایرات شریفبایف
دو داماد دیگری نظربایف از رهبری دو شرکت بزرگ ساحه نفت و گاز این کشور قزاقگاز و قزترانس اویل برکنار شدند. از این پیشتر صمد ابیش برادرزاده نورسلطان نظربایف از مقام معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان برکنار شده بود. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. نظر و اندیشه و ارائه‌تان را نویسید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدید. تا بازدید، خدا نگهبانتان. خیر.